چرا هیچ وقت نباید این نماد رو در یوتیوب سرچ کنیم و اصلا داستانش چیه؟ ببینید این نماد دو داستان داره. داستان اول که فقط در حد حرف و شایعه است، از این قراره که شخصی ادعا کرد این نماد رو یک بار تقریبا چند سال پیش جای یه ایستگاه اتوبوس دیده بود. از نماد عکس گرفت و در توییتر منتشر کرد. اما روز بعدش وقتی این شخص مجددا داشت از جای اون ایستگاه اتوبوس رد میشد، پی برد که اونجا تصادف شده و شخصی بر اثر تصادف مرده و عده‌ای ادعا داشتن که هر جا این نماد رو دیدن، فردای اون روز یه اتفاق وحشتناک در همون نقطه افتاد. و این داستان اول فقط در حد حرف و شایعه است و هیچ مدرک معتبری نداره. اما داستان اصلی از این قراره که اگه شما این نماد رو در یوتیوب سرچ کنید، با فیلمایی مواجه میشید که شدیداً تصاویر و محتوای وحشتناکی دارن و اصلاً مشخص نیست که چرا با سرچ این نماد در یوتیوب با همچین فیلمایی مواجه میشیم که این یکی از اون فیلم هاست.